در مشورت کاری که تحت رهبری رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده صورت گرفت، مسائل وابسته به پیشگیری از پهن و انتقال و به تبابت فرا گرفتن بیماری‌های سیرایتی از جمله کرونا ویروس، تامین نشان دهنده‌های رفت عملی شوی دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سوخت عاید به تامین نشان دهنده‌های اقتصادی اجتماعی ولایت در دوره 11 ماه سال 2020 مورد بررسی قرار داده شد. عاید به حالت اپیدمیولوژی در ولایت و تدبیرهای پیشگیری از انتقال بیماری کووید 19 و سطح تبابت و معالجه بیماران در ساختارهای هاسپیتالی و آمبولاتوری، ذخیره مواد داروواری، نقاب‌های محافظتی و محلول‌های آنتیسپتیکی، معاون رئیس ولایت زینوره عظیمی معلومات پیشنهاد نمود. تاکید گردید که الحال در شهر و ناحیه‌های خوجند، پنجکند، باباجان، غفورов نسبت به دیگر منطقه‌های ولایت دوام یک هفته آخر شهروندان بیشتر با نشانه‌های بیماری به مؤسسه‌های تبابتی مراجعت نمودند. رئیس ولایت با تحلیل وضع اپیدمیولوژی شهر و ناحیه‌ها به شخصان مسئول عاید به پرزور نمودن فعالیت ستادهای شهری و ناحیوی، آمادگی بلند بیمارخانه و مؤسسه‌های تبابتی، تامین مؤسسه‌ها با گرمی معتدل، تامینات و ذخیره داروواری‌ها، مواد محافظتی، تقویت کارهای پروفیلاکتیکی و بیشتر نمودن تدبیرهای بی‌ضررگردانی در موضع‌های سراده، مرکزهای سودا و خدمت رسانی، بازارها، دستور و سپارش‌های مشخص داد. در برابر با داروواری، صفت داروواری‌هایی که از جانب شرکت و جمعیت‌های فارماسیوتی به حدود ولایت وارد کرده می‌شوند داخل کرده شد. جهت نظارت صفت مواد داروواری نفران مسئول وظیفه دار کرده شدند. در سطح ضروری گذراندن دوره زمستان از حدود بیمارخانه‌ها برآوردن داروخانه‌ها و به تنظیم درآوردن فعالیت آنها، رعایت انتظام در همه مؤسسه‌های تبابتی و تندرستی از عامل‌های بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی معنی داد گردید. در رفت مشورت کاری فعالیت کارخانه‌های صنعتی به خصوص کارگاه و کارخانه‌های ساحه صنعتی سبک چون پخت تازه‌کنی، ریسندگی، بافندگی و دوزندگی مورد تحلیل قرار داده شد. گفته شد که تا این مرحله سال 2020 موافق شهر و ناحیه‌های ولایت 80 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی به استفاده داده شدند. بعد تا دوره 30 سالگی استقلالیت دولتی نقشه‌های پیش بینی گشته در سمت رشد ساحه صنعت باید عملی کرده شود. همزمان تحت نظارت قرار دادن کار و فعالیت کارگاه و جمعیت‌های استخراج انگیز و تامین مؤسسه و اهالی با انگیز سنگ، برای ماندن کارکرد هرچی بیشتری چگید از جانب کارخانه‌های روغن براری، احیا و برقرارسازی فعالیت کارخانه‌های کنسرو براری، بلند برداشتن حجم استحصال محصولات صنعتی و تامین نشان دهنده‌های صادراتی از حساب وسعت افزایش حجم استحصال محصولات رقابت پذیر وارداتی وصل کننده از عامل‌های حصه‌گذاری در صنعت کنونی با صورت کشور دانسته شد. برای نائل شدن به چنین نشان دهنده‌ها معاون یکم رئیس ولایت خال حیدر در یک جایگی با بلاک اقتصادی موظف گردیدند. تامین نقشه‌های انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی، جلب هرچی بیشتر ابیکت و سوبیکت‌های اندازبندی شونده، دریافت منبع و سرچشمه‌های نوی اندازبندی، کم کردن قرض بقیه پول‌های اندازی، دستگیری صاحبکاری خرد و میانه توسط پیشنهاد قرض‌های بانکی و مقصدناک و ثمره‌ناک استفاده بردن مبلغ‌های دستگیری صاحبکاری، پرداخت حق مبلغ‌های برق استفاده شده، تحلیل کرده شده بهر اجرای صفتناک آنها بخش اقتصادی وظیفه دار گردید. با نظر داشت اهمیت و مهمیت ساحه کشاورزی در تامین امنیت آذوقه‌واری و قناعت بازار استعمال با محصولات خواجگی قشلاق برای افزایش دادن حصه محصولات کشاورزی در رشد مجموعه محصولات داخلی، در نشان دهنده‌های مجموعه محصولات داخلی و دیگر تدبیرهای مساعدت به رشد ساحه چون پخته‌کاری و استحصال پخته، در این سمت استفاده بردن تخمی‌های سرحاصل ریپرودوکسیاهاشان بلند، زیاد کردن میدان کشتی کارتوشکا و استفاده از تخمی‌های نشان دهنده‌هایشان بلند، در مهلت‌های اپتیمالی گذراندن شدگار، ماندن یخاب، تعمیر سری وقتی پایگاه‌های آبکشی و وسعت تدبیرهای تازه کردن کانال و زهبرها، بهتر کردن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها و آمادگی انشاءات آبرسانی به موسم نوی آبیاری، برقرارسازی باغ‌های کهنه و بنیاد باغ‌های نوی اینتنسیو و سوپر اینتنسیو در شهر و ناحیه‌ها از جمله تل و تپه‌ها، تامین استفاده ثمرناک زمین، فعالیت گرمخانه و سردخانه‌ها، احیا و برقرارسازی فرمه‌های چارواداری، زیاد کردن سرشمار چاروا و خوشزاد کردن چاروا با وارد مالهای ذاتی، بلند برداشتن ثمرناکی چاروا و بی‌تلف برآوردن چاروا از دوره زمستان، با غذا تامین نمودن عالم حیوانات موضع‌های جنگل پروری از جانب رئیس ولایت و معاون رئیس ولایت ظریف نظیری و بخش کشاورزی و کمیته اداره زمین
дастур дода шуд. дар ҷараёни машварати кори ҳамзамон дигар масъалаҳо аз ҷумла бо назардошти пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавирус бештар дар муҳити хонаводагӣ истиқбол гирифтани соли нави мелодӣ, рафти маъракаи обуна ба нашрияҳои ҷумҳуриявиву вилоятӣ тавассути телевизиони вилоят бештар намудани гузоришу намоишҳои ташвиқотиву тарғиботӣ оид ба пешгирӣ аз бемориҳои коронавирус, таъмини рушди соҳаи маориф ва назорати фаъолияти мактабу муассисаҳои томактабии ҳудуди вилоят, вусъати тадбирҳои ободонӣ дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд ва дар назди маҳаллаву биноҳои истиқоматӣ бунёд намудани майдону майдончаҳои варзишӣ, манъу боздошти ҳама гуна сохтмонҳои ғайриқонунӣ дар шаҳри Хуҷанд низ баррасӣ ёфтанд. Барои рафъи камбудиву норасоиҳои мавҷуда ва таъмини нишондиҳандаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ муовинони раиси вилоят ва роҳбарону мутахассисони бахшу сохторҳо вазифадор карда шуданд.